آیا تا الان به این فکر کردی که زمان فقط یه سایه است؟ یه توهمه؟ یا حقیقتیه که نمیبینیش؟ جناب خیام، شاعر رازها، ریاضیدان بی نهایت و فیلسوفی که مرزهای زمان رو شکست. خیام میگفت زمان کلیدیه به سمت بیکرانگی. اگر به چرخش ستارگان نگاه کنی، حقیقت را خواهی دید. خیام فقط شاعر ما نبود. اون صدای یک جهان بود. ساقی غم فردای حریفان چه خوری، پیش آر پیاله را که شب می‌گذرد. این قافله عمر عجب می‌گذرد، دریاب دمی که با طرب می‌گذرد. آیا زندگی یک رازه یا فقط لحظه‌ایه که باید درکش کنی؟ خیام، مردی که زمان را به چالش کشید. از چرخ و فلک تا راز ستارگان، او حقیقتی را درک می کرد. زندگی کوتاه است، اما در همین کوتاهی راز جاودانگی نهفته است. آیا آماده ای که به سفری در آینه زمان بروی؟ سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من اشکان هستم از پیج ساین آف یونیورس و این 5مین پادکست از سری پادکست های حکیمان جاودان ایران زمین هستش. توی این پادکست سفری داریم به نیشابور، جناب خیام. شبی از شبهای آرام نیشابور، آسمانی پر از ستاره، سکوتی که فقط صدای نسیم اون رو میشکنه. جناب خیام زیر این آسمون ایستاده و داره ستاره ها رو نگاه میکنه و احتمالاً توی دلش میگه که این نظم بی پایان، این زمان بیکران، آیا چیزی بیشتر از یک سایه است؟ خیام نه تنها شاعر بوده، بلکه ایشون ریاضیدان برجسته‌ای هم بوده. ستاره شناس فوق‌العاده‌ای هم بوده. و حتی فیلسوفی ژرف‌اندیش بوده. ایشون رازهایی درباره زندگی و مرگ، زمان و حقیقت میدونست که در رباعیاتش پنهان کرده. یعنی به صورت لایه‌های ژرف‌تری بهش اشاره کرده. اما چرا جناب خیام برای قرنها هستش که همچنان زنده است؟ این اپیزود سفری به دنیای ایشونه، جایی که علم، عرفان و ماورا به همدیگی میرسن. یکی از شب‌های بلند زمستون بود. خیام با گروهی از ستاره شناسان در حال کار روی تقویم جلالی بود. تقویمی که بعدها به عنوان دقیق ترین تقویم شناخته شد. یکی از شاگردان خیام که از شدت کار کردن خسته شده بود گفتش که استاد چرا اینقدر به دقت این چرخ و فلک اهمیت میدید؟ مگه زمان چیزی جز سایه‌ای از گذر عمر ما نیست؟ جناب خیام لبخندی زد و با نگاهی به آسمون گفت تو فکر میکنی که زمان فقط سایه است، اما زمان راز خلقته. اگه به چرخش ستارگان نگاه کنی میتونی حقیقت رو ببینی. ایشون ادامه داد این چرخ و فلک که ما در آن حیرانیم راز زندگی را در خود نهفته دارد، اما نه هر چشمی قادر به دیدن است. یعنی اینکه همون چشم بصیرت، وقتی که شما از حیطه ذهنتون خارج میشید و به سمت آگاهی قدم برمیدارید، دنیا رو با دیدگان آگاهی میبینید. این لحظه بود که خیام نه فقط به عنوان ستاره شناس، بلکه به عنوان فیلسوفی که به رازهای جهان فکر میکنه شناخته شد. ایشون میگفت که زمان کلید شناخت خود و جهانه. حالا ببین با هم دیگه پیوندش رو با علم و فلسفه بررسی کنیم. جناب خیام توی اشعارش به مفهومی اشاره میکنه که امروز روز دانشمندان درباره اون بحث میکنن. اصلا شگفت انگیز این موضوع. ماهیت زمان و آگاهی. توی فیزیک مدرن زمان یه خط مستقیم نیست.
در واقع یه مفهوم انعطاف پذیری داره. نظریه نسبیت انیشتین نشون میده که زمان و فضا به همدیگه متصل هستند. توی بحث متافیزیک اگه بخوام راجبش صحبت کنم باهاتون، جناب خیام باور داشتش که حقیقت توی لحظه حال نهفته است. این ایده به عنوان، یعنی به نوعی به فلسفه ذهن و روانشناسی حالا مثبت‌گرا هم همخونی داره. ایشون میگن که برخیز و مخور غم جهان گذران، بنشین و دمی به شادمانی گذران. این اشاره‌ای به ضرورت رهایی از قید و بندهای زمان و در واقع اتصال به آگاهی بیکران، به قلمروی آگاهی لایتناهی داره. جناب خیام توی ریاضیات با مفهوم بی‌نهایت ارتباط برقرار کرده بود و کاملا درکش کرده بود. مفهومی که بعدها توی علم مدرن یه جایگاه خیلی مهمی پیدا کرده. ایشون میگفتن که اون نقطه‌ای که بی‌نهایته شاید جاییه که ما از اونجا آغاز شدیم. خیلی جالبه. یه روزی یکی از دوستان جناب خیام از ایشون پرسیدش که استاد، این جهان بی‌نهایت چه معنی داره؟ یعنی آیا ما بخشی از این بی‌نهایت هستیم؟ خیام با نگاهی به یک جام شراب گفتش که ببین، این جام، یعنی همون لیوان منظورش بود، همه چیز رو تو خودش داره. یعنی از خاکی که توی اون شکل گرفته تا آتیشی که باعث شده اون جام شکل بگیره. اما آیا جام میدونه که بخشی از بیکرانگی هستش؟ دوست خیام با تردید گفت نه، جام فقط یک ظرفه. اون وقت خیام یه لبخندی زد و گفت ما هم دقیقاً همینطوری هستیم. ظرفی از آگاهی بی‌نهایت که هنوز خودمون رو نمیشناسیم. اصلا ببین چقدر عمیق این موضوع. اونجا بررسی میکنه، میگه که جام، یه مثال میزنه، میگه این جامی که توی دست منه وقتی که میخواسته تشکیل بشه از خاک شکل گرفته و وقتی که میخواستن این جام رو حالت بدن با آتش اون رو پختن. اما زمانی که این جام شکل گرفته، این جام نمیدونه که یه زمانی از این اجزا تشکیل شده. حالا اینجا میخوام بهتون یه راهکار عملی بگم برای شکستن قفل‌هایی که زمان و اتصال به حقیقت رو از ما دور میکنه. خیام 3 اصل رو بیان میکنه. آگاهی از لحظه حال. چشمات رو ببند و به چیزی فکر کن که در همین لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم خوشحالت میکنه. حس کن که توی این لحظه تمام گذشته و آینده محو شدن. دومیش رهایی از ترسه. خیام میگه که ترس از مرگ بزرگترین محدودیت انسانه. بپذیرش که مرگ بخشی از چرخه جاودانگی خداونده. و در نهایت سومیش شکرگزاریه. هر شب قبل از خواب 3 چیزی رو که توی زندگیت و توی اون روز تجربه کردی و بابت شکرگزار بودی به یاد بیار. این تمرین ساده تو رو به لحظه حال متصل میکنه. ببین، شاید اینا برات تکراری باشه، اما یاد باشه که چند صد سال قبل بزرگان ایران زمین به این مفاهیم اشاره کردن. نگاه به الان نکن که توی هر فرهنگ غربی و یا توی هر کتاب غربی که می‌بینی به این مفاهیم اشاره شده. خیام با اشعارش به ما یاد میده که جاودانگی تو لحظه حال نهفته است. پیام خیام خیلی ساده است، خیلی واضحه. زندگی
چیزی فراتر از زمانه. حقیقت در لحظه است. الان امروز روز ما میدونیم که وقتی میگن توی بی زمانی زندگی کن و وقتی میگن که فراتر از زمان زندگی کن، یعنی همون لحظه حال. یعنی شما نه غرق در افکار گذشتت باشی و نه به افکار آیندت فکر کنی. بذار یه داستان دیگر رو برات تعریف کنم. یه روزی خیام همراه با چند تا از شاگرداش توی حالا اون بیابونای نیشابور داشته قدم میزده تا اینکه بتونه ستاره ها رو رصد کنه. یه شاگرد جوونی داشتش که خیلی هم حالا پر جنب و جوش و شور و حرارتش زیاد بود و یه ذره سودای جوانی داشته. میپرسه که استاد چرا انقدر به این چرخ و فلک اهمیت میدی؟ این ستاره ها مگه یه چیزی جز نقاط کوچیک توی آسمون خداوند نیستن؟ خیام لبخندی میزنه و با دستش یه دایره‌ای رو توی هوا میکشه و میگه که این چرخ همون چیزیه که زندگی ما رو معنا میده. اگه این نقاط کوچیک نبودند آیا زمان معنا داشت؟ شاگردش با کنجکاوی میپرسه که استاد این چرخش چه ارتباطی به ما داره؟ خیام با نگاهی به آسمون شعری رو زمزمه میکنه. این قافله عمر عجب میگذرد، دریاب دمی که با طرب میگذرد. ایشون ادامه میده که زمان نه چیزی برای اندازه‌گیریه و نه چیزی برای گم شدن. زمان آینه‌ایه که اگر در اون درست نگاه کنی خودمون رو میتونیم ببینیم. خیام به غیر از اون علمی که داشت به عرفان و حقیقت ماورایی هم خیلی علاقه‌مند بود، یعنی همون متافیزیکی. ایشون به دنبال پرسش‌های بزرگ هستی شناسی بود. مثلا این سوال که آیا زندگی تنها یه بازی تصادفیه یا یه هدفی فراتر از این داره؟ یا مثلا آیا مرگ پایان همه چیزه یا فقط یک گذرگاه یا یک دروازه است به سمت یک بعد دیگه ای؟ ایشون توی یکی از اشعارش میگه که جامی است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر و بر جبین میزندش. این کوزه گرد هر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. این شعر یه جورایی بیانگر ناپایداری زندگیه و در واقع چرخه مداوم خلق و تخریب جهانه. مفهومی که توی متافیزیک و حتی علم امروز به اون پرداخته شده. شگفت انگیزه. آدم همینجوری مات و مبهوت این همه علم میمونه. خیام یکی از اولین متفکرانی بود که توی ریاضیات مفهوم بی‌نهایت رو بررسی کرد. ایشون میگفتش که بی‌نهایت جاییه که آغاز و پایان یکی میشن. اصلا شگفت انگیزه. یعنی همیشه من این جمله رو میگم که آگاهی نه آغازی داره و نه پایانی. بی نهایت یه جاییه که آغاز و پایان یکی هن. خیلی شگفت انگیزه این موضوع. اصلا این ایده که بعدها تو فلسفه های مدرن و علم فیزیک و متافیزیک راجبش صحبت شده، مثلا نظریه نسبیت انیشتین، خیام به ما میگه که جاودانگی چیزی فراتر از زمان و مکانه. جاودانگی تو لحظه‌ای هستش که در حال اتفاق افتادن هستش. این همون لحظه حال. جاودانگی در لحظه‌ای نهفته است که انسان بتونه خودش رو در پیوند با کل هستی ببینه. راجبش قبلا باهاتون صحبت کردم. این موضوع رو شیخ اکبر هم میگه.
ابن عربی. این موضوع رو ابن سینا هم میگه. این موضوع رو مولانا و جناب حافظ و عطار هم گفتن. پیوند با کل هستی، وحدت وجود. خیام یکی از عارفای برجسته زمان ما هستش. ایشون توی اشعارش، تو لابلای اشعارش مخاطبش رو مجبور به تفکر میکنه. یعنی اصلا شما نمیتونی شعر خیام رو بخونی و به فکر فرو نری. یه جایی هستش که تو شعرش میگه ما لوبتکانیم و فلک لوبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز، یک چند در این بساط بازی کردیم، رفتیم و به صندوق عدم یک یک باز. این بیت جناب خیام ما رو به مفهوم جبر برمیگردونه. اما نکته عارفانه توی این شعر دعوت ایشون به آگاهی از نقشیه که توی این بازی داریم. خب خیام برخلاف خیلی از عارفان روی انتخاب لحظه حال تاکید میکنه و ایشون میگه که توی یکی از شعرهای دیگرش از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. خیام میگه که این لحظه تنها چیزیه که واقعا برای توه. اگه این مفهوم رو بفهمی کل جهان برای تو میتونه باشه. کل جهان هستی از آن تو خواهد بود. تأثیری که جناب خیام گذاشته فقط روی ایران نبوده، رو کل جهانه. توی قرن 19 یه آقایی به اسم ادوارد فیتزجرالد با ترجمه رباعیات خیام ایشون رو به جهان معرفی کرد. این ترجمه باعث شد که در واقع نگاه خیام به زندگی و زمان و در واقع تو دل فلسفه و ادبیات غربی جا پیدا کنه. یعنی جایگاه ویژه‌ای پیدا کنه. مثلا یه مثال بخوام بزنم براتون، لورد آلفرد تنیسون شاعر بزرگ انگلیسی توی نامه‌ای به فیتزجرالد نوشته که رباعیات خیام صدای یک فیلسوفه که تو عمق حقیقت غوطه‌ور شده و از اون برای ما سخن میگه. حتی تو ادبیات آمریکا افرادی مثل رالف والدو امرسون از فلسفه خیام الهام گرفتن و دیدگاه‌های در واقع اگزیستانسیالیستی ایشون رو توی نوشته‌های خودش بازتاب کرده. خیام توی رباعیات خودش به موضوعاتی میپردازه که هنوز هم توی علوم انسانی و فلسفه مورد بحثه. مثلا راجع به مرگ و جاودانگی. رباعیات خیام به طور مداوم به مرگ اشاره میکنه. اما نه به عنوان یک پایان، بلکه به عنوان یک چرخه‌ای از طبیعته. توی یکی از رباعیاتش میگه که این کوزه چون من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که بر گردن او میبینی دستی است که بر گردن یاری بوده است. اصلا آدم مات و مبهوت میمونه. ایشون مرگ رو بخشی از جاودانگی میدونه و به ما هم این رو آموزش داده که ما ازش نترسیم، از مرگ نترسیم. خیام در این حالی که اعتقاد به سرنوشت داشته از ما میخواد که به عنوان انسان که نقش خودمون رو توی این جهان پیدا کنیم. این دیدگاه توی فلسفه مدرن هم به عنوان اگزیستانسیالیسم شناخته میشه. علم تازه داره به اون گفته‌های بزرگان ایران زمین و حتی بزرگان دنیا داره میرسه. خیام زیبایی رو در زود گذر بودن زندگی میبینه. توی ناپایداری زیبایی ها میبینه. ایشون به ما یادآوری میکنه که
ارزش لحظه توی ناپایداری اونه. یعنی یه طرز فکری که اصلا شاید تا الان خیلیامون بهش فکر نکرده بودیم. یه داستان دیگه هم میخوام راجع به جناب خیام بگم. یه روزی از اون روزگاران قدیم که خیام تو اوج شهرت خودش بود، یکی از پادشاهان اون موقع ازش میپرسه که استاد آیا میتونی راز خلقت رو برای من بازگو کنی؟ حالا جواب جناب خیام رو نگاه کن. خیام به آسمون نگاه میکنه و میگه که راز خلقت را میتوان گفت، اما تو نخواهی شنید، چرا که گوش انسان تنها چیزی را میشنود که آماده پذیرش اونه. شگفت انگیز این موضوع. پادشاه با تعجب میگه که خب من تو رو بزرگترین دانا میدونم، بزرگترین فیلسوف میدونم، اما از پاسخ دادن امتناع میکنی؟ یعنی نمیخوای به من جواب بدی؟ خیام جواب داد که پاسخ همیشه در برابر چشمان توه. تو به خورشید نگاه میکنی اما نورش رو نمیبینی. پاسخ در همین لحظه است. و به انسانها آموخت که پاسخ نهایی درون خودشون نهفته است. خیام به ستاره ها و آسمون نگاه میکرد و میگفتش که ما بخشی از این عظمت بی پایان هستیم. ایشون میگفتش که تو فکر میکنی که خاک پایان توه، اما همین خاک جاییه که زندگی آغاز میشه. این دیدگاه به مفاهیمی مثل انرژی ابدی و بازگشت روح تقریبا میشه گفت شباهت داره. ایشون معتقد بود که ما بخشی از چرخه کائنات هستیم و هرگز از این چرخه جدا نمیشیم. این نگاه مثل نظریه‌های کوانتومی و پیوندش با انرژی‌های ابدی باشه. این اپیزود سفری به دنیای خیام بود. مردی که به ما یاد داد زندگی کوتاهه، اما در همین کوتاهی راز جاودانگی نهفته است. پیام خیام فراتر از شعر و فلسفه است. یک دعوت به دیدن زیبایی در ناپایداری و پیدا کردن حقیقت توی لحظه حاله. من خودم شخصا خیلی لذت بردم از این اپیزود. صادقانه میگم که خیلی لذت بردم از این اپیزود. امیدوارم که این حس و حال خوبم رو تونسته باشم به شما هم منتقل کرده باشم و امیدوارم که بعد از این پادکست، بعد از این ویدیو سراغ شعرهای خیام برید و راجب خیام بیشتر مطالعه کنید. این ویدیو خیلی 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 ناچیزه در مقابل اون عظمت جناب خیام. امیدوارم براتون مفید باشه و امیدوارم که ازش استفاده کرده باشید.